درود به همه بچه‌های ایران. جواد باپا هستم. امروز اومدیم با یه حرکت جدید، یک ضرب‌های جدید به اسم 720. بریم با هم ببینیم چی میشه. خب بچه‌ها، اینجا ما مصطفی ریگ افراز داریم، یکی از بهترین کاراتکارهای استان. میخوام ازش کمک بگیریم توی آموزش 720. بچه‌ها، آقا مصطفی هستش. مصطفی سلام کن بچه‌ها. سلام خدمت تمام بچه‌های عزیز و جواد آقا مصطفی چند سال کارات کار میکنی؟ من تقریبا یه 18 سالی میشه دارم کارات کار میکنم، حالا به صورت حرفه‌ای. خب ببینیم تو 720 میتونی کمک میکنی یا نه. بریم. من در خدمت. خب بچه‌ها، من اول از آقا مصطفی میخوام که یه 720 برام بزنه، ببینیم چیکار میکنه. مصطفی یه 720 بزن. ماشاءالله. خب بچه شما 720 دیدین، فکر کنم فهمیدین 720 چیه. 720 همون هوکه که شما 2 بار میزنینش، انگاری با پرش قاطی میشه. یک دور چرخش انجام میدیم و هوکو میزنیم. خب الان بریم با هم 720 یاد بگیریم، خیلی ساده و راحت. خب بچه‌ها، 720 اول شما باید هوکو داشته باشید. هوک چه حرکتیه؟ قبلا بهتون گفتم این هوکه. خب حالا شما برای اینکه 720 بزنید باید حالت هوک پاتون بیاد بالا، اما پاتون صاف نشه، اینجوری مثل هوک صاف نشه. پاتون میاد بالا، جمع. اینجا که رسیدین یک پرش با پای راست میدین. زمانی که پریدین به سمت چپ میچرخید، انگار یه جا که هستین. وقتی پریدین چرخیدین دوباره همینجا فرود میشه یه دور چرخش. شما فهمیدید که الان باید برای 720 یک دور چرخش اضافه تر به هوک بدید. خب الان باید اینجا چیکار کنید؟ شما زمانی که یه دور چرخش اضافه تر به هوک دادین باید پای هوکتون رو باز کنین، یعنی یه دوره که رد کردین دوره بعد پاتون پای هوکتون باز بشه. نگاه کنید بچه‌ها، یه دونه ساده و راحتش میرم. شما کلا توی همه ضرب‌ها اگه بتونین زانوی پای چپتون رو بکشین بالا، ارتفاع ضرباتون بیشتر میشه. زانوی پای چپ اینه. شما زمانی که میخواین برین هرچی محکم‌تر بکشین بالا، ارتفاعتون بیشتر میشه. یعنی یه جورایی میشه گفتش که پای چپ فرمون ضرباست. شما اینو به هر طرف که ببرین ضربتون هم به همون سمت میره. شما وقتی که اینو به سمت بالا پرت کنین ضربتون هم معمولا چی میاد بالاتر. شما زمانی که میخواین 720 بزنین باید زانوتون رو پرت کنین بالا، اما تو دور اول نباید پاتون صاف بشه، باید پاتون خم بیاد بالا. تا جایی که میتونین زانوتون رو بکشین بالا، محکم کک بدین، دستاتون رو جمع کنین، بچرخین، بعد ضربه رو بزنین. 720 حالتهای مختلف داره، به شکل‌های مختلف میشه زدش. میشه پا صاف زدش، میشه پا خم زدش، یعنی پای راستتون رو منظورم. این پای راستتون میتونه صاف باشه به این شکل، یا میشه که 720 پای راستتون رو خم کنید. یعنی وقتی بلند شدید پای راستتون رو خم کنید، بعد ضربه رو بزنید. نگاه کنید. خب بچه‌ها، ضرب‌های 720 خیلی راحته، دقیقاً همون دوتا هوکه که شما با پرش و چرخش قاطیش میکنید. خب حالا استایلش رو پیدا کردن، یعنی اینکه حرکتتون خیلی خوشگل و زیبا بشه و به اون استایلی که میخواین برسه، نیاز به زمان خیلی زیادی داره بچه‌ها. این حرکتایی که من دارم میگم خیلی سریع و ساده دارم توضیح میدم، ولی به اون استایلی که میخواین برسین خیلی زمان میبره. شما باید تا جایی که میتونین تمرینتون زیاد کنین. شاید خیلی وقت بگذره بازم نتونین خوشگل بزنین، ولی با تمرین اگه بتونین مدت زیادی رو تمرین داشته باشین و حرکتشو بزنین، بالاخره به اون استایلی که بخواین میرسین. ولی کلی و حالت حالت کلی حرکت همینه که شما باید 2 دور بچرخین و ضربه هوکو بزنین. حالا شما هرچی سریعتر بتونین بچرخین، هرچی بتونین زانوتون رو بالاتر بکشین،
720 تون راحت تر زده میشه. بچه‌ها یه نکته دیگه توی ضربه‌های چرخشی، شما تا جایی که میتونین باید حرکت‌های ساده رو بزنید. ضربه‌های ساده مثل خود هوک، مثل راند، مثل تورنادو، اینا همه رو من توضیح دادم تو کلیپ‌های قبلی، میتونین برین نگاه کنین. شما هر چی تو اون حرکت‌های قبلی راحت‌تر باشین، خوش استایل‌تر باشین، بتونین حرکت ضرباتون رو راحت‌تر بزنین، ضربه‌های سخت‌تر رو که میره رو حالت چرخش بیشتر، اونا رو راحت‌تر میتونین اجرا کنین. بچه توی 720 ما باید دیدمون کامل باشه، یعنی توی چرخش اول باید حریف رو ببینیم، حریف رو وقتی دیدیم بعد بریم واسه چرخش دوم، یعنی ما 2 تا دید داریم اینجا. من کاملش رو انجام میدم. دید اول کجاست آقا مصطفی؟ ما توی چرخش اولمون اینجا وقتی میچرخ، وقتی توی هواییم اینجا باید دید داشته باشیم، بعد بریم واسه حالا که بعدی. خب من کاملش رو براتون برم. ماشاءالله. خب بچه‌ها امیدوارم که این کلیپ براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی، مشکلی، هر چی که داشتیم برام کامنت کنین. سابسکرایب هم یادتون نره. فعلا خداحافظ.